یا الله به به چطوری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عروزل اوباش صدا با چده بازی بچه ها حقیقتا ناراحت شدم. نیست واکی میگم همیشه محمد کیو رو بزن. ولش کن ولش کن. منم میخوام. منم میخوام. ولش کن. اصلا بازی گیر آوردی؟ واکن علی در اینو واکن. بنازم آجی خیلی آسه عالی. محمد جات خوبه؟ محمد حال میده اونجا آجی بذار من بشینم روش. بین نسواک دهن کن من سرویس میدم. بادر همینه کلی صدر بک شده اگر ولی این هدف بازی هدف بازی اینه که بریم پول جمع کنیم اینجا. خب 370 دلار رو میدینی؟ حاجی محمد شبیه ساز افغانیه چیز کنه چرخه رو بیاره. نه خودم میارم محمد. فکر کردی منو میتونی بگیری تا من کیو نزنم نمیتونی محمد. تو جون من گرفتی با ماشین بنزد محمد بگیرش کمک حاجی الان شما از این انمی های کینتوان ترسناک دارید. نکن بیا منو ببر. حاجی امین هیچی نمیارزه $0 بیارزشت نحیف. اینجا ببینم کجای پسر خوب. خب حاجی بریم. بریم چیزای با ارزش بریم. آره بریم. آخ این علی رفت اینجا قایم شد. نمیشه. ناراحت شدم آجی بریم. آقا ببین الان هدف ما چقدره؟ $8 باید جمع کنیم. چند دلار؟ چه گیر چند؟ $8 8 یعنی 8000. آها بریم محمد حاجی این مپه خیلی بده. بازی کردی تو؟ آره اینو کیو؟ ایول حاجی حمام. اینجا حمام حاجی حمامش یکم میخوام شرک مثلا. یا جیسز کنده نمیشه حاجی. بخاطر پینگ نیست. نه هوا محمد نگهداری نقشه رو بده نشون. بچه ها ارساج آروم با احتیاط. یه بشقاب پیدا کردم بچه و یه جایی که وسط سوراخه. حاجی فکر کنم باید فرار برو بچه امین سالمی؟ دیسکورد میشه یکی با کنه بگه امین سالمی؟ امین؟ امین تو سالمی؟ سلام بهونه قشنگ من برای زندگی. برو بیا امین دست دادیم. امین بیا حاجی بیا آمو نمیاد تو بازی ها بابا صدا نمیاد تو بازی.
برو ببین پوشوتار کشا کرد. بریم این دفعه دیگه میریم میبریم حاجی. فکر نکنم. ما باید پولا رو بزنیم اینجا $7000. حاجی اداریه یه ذره خوفناک نی؟ فکر کنم حاجی این سیستما رو نمیشه بلند کرد؟ حاجی این سیستما رو بردار ببر. این چه؟ حاجی سیستمای اینجا از سیستم من بهتره. دو نفره بزن. دو نفره ببرین. آقا سه پولشا آروم آروم. مثل کارگر خب به قشر کارگران عزیز توهین نشه. خیلی آروم. آی محمد نزن زمین محمد. محمد لک خیلی آروم. امی تو داری میزنی؟ نه حاجی $1000 رفت. حاجی رفت کلش رفت. آروم بذاریمش توی اونجا اون بذاریمش توی سر. حاجی نصف شد امین ریدی توش. نه بابا من نریدم توش که محمده بود اصلا تو بود. آره حاجی جام زام آی چه میکنی با سرنوشت؟ دلم واسه تنگ شده بود. این از کجا اومد؟ حاجی همین خراب شدیم. حاجی این چرا یهو اینجا اسپان شد؟ بنده خدا محمد حاجی در خفا باید حاجی عجب خریه به جای اینکه دستیه رو به خودش ببره. آره حاجی جنس رو میبره. عجب احمق این کلامونو بردار. حاجی اصلا براش مهم نیست. نمیدونم حاجی بعد بهش میگفتیم. سبحان الله سبحان الله. حاجی بریم محمد بیا حاجی محمد مرد. محمد رفیق خوبی بودی ممنونم ما رو که حالا امیر استارت کن. امیر بیا حاجی فقط دنبال ما بود. حاجی محمد خیلی ریلکس اصلا داشت جستجو میکرد. شام فروشگاه حاجی 2 بسته گوش بردار برای افطاری. حاجی 9K پول داریم بیا جون ورداریم. امین یه اینجا باید فکرم چیزا برو زیرش بیا. محمد برو اینجا. محمد برو اونجا. باش بیا بزن. حاجی وایسا بعد جنس برداریم. اول امین جنس بذار اونجا. جنس بردار بنداز توش می‌خریم. امین وایسا اونجا محمد. 4K پول 6K پول. محمد وایسا اونجا. محمد وایسا. محمد امین تو چیز میکنی تو وای میسی. سبحان الله. حاجی چیه این چیه؟ ککو حاجی مگه تو شاپ هم میشه مرد؟ حاجی مرد با حاجی جنسا رو برده بیار امین. یس اینه بیا بچه جنسا کو محمد بکن بابا به من نذارید اینقدر اینو. آی همینه دوست بیا. من به شما میخندم. آره محمد خود درگیری داری. محمد خود درگیری داری یا که مرض داری دوست. درود.
البته زیاد فایده ای نداره، نباید صحبت کنیم موقعی که ناز نفست حاجی. حاجی اینجا فرار کردنش دردسره. اون 4 کیه دستش نزد. اوه حاجی 4 کیه. محمد خاک تو سر دیگه کجاش رفت. واسه من در وام کنم. محمد برو. آروم. محمد چرا؟ حاجی یک کجاش زد تو دیوار. حاجی محمد خیلی احمقی. یک دیگه خودت زد. به هر حال او حاجی اینا حاجی 4 کی میارزه. بیا بیا محمد بی در واکن. برو صدای خوبی نمیاد. یکی میارزه. برو جمع شد بریم خونه حله. داش خونه نداریم باید بینم خونه داشته باشیم. داش سطل آش. برو این بر سال 47 دلار ضرر زدی. برو همینو دیگه. بیا آروم برو بذار بچرخ. ایلش نکن. حاجی زیاد ضرر زدیم ما. بندازیم مثلا فکر نمی‌کنم. چیو نزنی ها؟ بطه شدی هم زدی. این چیه؟ کیسه پول. حالا بنداز تو چیز. 400 دلار. بنداز تو ماشین. بگردیم پیداش کنیم جنازش. محمد بیا تو ماشینا رو حمل کن. دریم؟ آره چی؟ مگه چی بود؟ چی دنبالت کرد؟ همون صورت گنده. اوه حاجی امینم فکر کنم. امین بیا. محمد میگه یه چیزی میخواد خفتمون کنه. بابا ما باید یکی هم پیدا کنیم. خب راست میگه محمد هنوز جا داره. یکی از اون یکی حاجی این صورت چیزه هست. این بگیرتمون پا. تلویزیون 5 دلار. دستش ازن دلار که 5000 اینجا یه دونه گنده. بابا میگم دستش نزن. عجب گفت. محمد بی سرشو بگیر. ای حاجی برنامه کودک. آقا اینو بذار اینجا باشه. بذار همینجا باشه. بابا میگم دستش نزن. حاجی این تلویزیونه اینو احضار نکنه بیاد. نه خب ببین باید بریم بعد. محمد ساعت نباید ببریم. ساعت کجا؟ محمد جای دیگه باید ببریم. اون یکی رو باید پیدا کنیم. اون یکی رو پیدا نکردیم؟ قاقالی آینه سبحان الله. 8 که جوره حاجی جنسمون اینو میدونی؟ برو این ماشین دستی بریم. محمد رفت بیاره ولی فکرم گم شد. محمد بیا چرخ دستی آوردی؟ آره خب دیگه از بیشتر نداره. اوکیه. بیا ببر. بس حاجی همیالاش هم 3 کی رسودیم. بریم برو. بازم منم همون دیوونه همیشگی. چرخ دستی رو برای چی گذاشتی؟ بریم حاجی. بریم. محمد بردا بیار اینو. نمیخواد. امین محمد بیا. محمد نمیخواد ورداری بیاری. بیا خفه
فشو مخواه داد نزن کوساله وای وای این چشه چیه؟ این چشه چیه؟ محمد بیا بگیم محمد بیا حاجی عملیات نجات واقعا تخم محمد بیبریم محمد وای حاجی لبه دره نره بیرون بیا امین لبه دره امین بابا الان چه وقته حاجی مرض داری؟ بدارم همین دیگه امین سالمی؟ محمد بریم محمد بیا قبول زیادی نبود حاجی نارنجک بخریم آخ فلشبنک عجیبه حاجی محمد خیلی آدم احمقی همین تازه فهمیدم این موضوع رو ای بابا مرد که حاجی این اومد زیر دستگاه پرسه مرد بیا جونت بدم محمد بیا جی نارنجکه کو خریدیم بیا این چیه چقدر میارزه 23 کی برو بلندش کن بریم نارنجک حاجی نارنجک کجا گذاشتیم مهم نیست 23 کیه آروم دمیج بخوره پارم آروم محمد فرمون بده حرف نزن بیا برو راست چپ منظورشه نه همین مستقیم برو این مست ایجا کجاش بیا بزنین از سر دوباره دارم وایسته خب مرد نیست یارو شاتگان داره منم اره برقی دارم برو ببینم کجایی تو قشنگ توش بریم الان دیگه کلن پوله بود خب من میتونم